خب بریم سراغ قسمت دوم در واقع آزمون آیلتس لایف اسکیل فیز 1B که همونطور که آشنا هستید و توی تست‌های قبل هم داشتیم پارتیسیپنت، این دلته اس بعد باشه، پارتیسیپنتس بوده که حالا اسش متاسفانه توی چاپ جا مونده. پارتیسیپنتس ask questions from each other، یعنی در واقع شرکت کنندگان یا اون کسانی که توی آزمون آیلتس لایف اسکیل هستن، شما و پارتنرتون قرار از هم دیگه سوال بپرسین. بر چه اساسی، به چه صورتی؟ اگزمینر میاد به شما دو تا موضوع میده. بارها گفتم یه موضوع به شما، یه موضوع به پارتنر شما، و از شما میخواد که از همدیگه در واقع سوالاتی رو 4-5 تا سوال معمولا از همدیگه در مورد اون موضوعی که به هر کدوم از شما میده در واقع بپرسین. معمولا 1 دقیقه و نیم 90 ثانیه معمولا هر کدوم از شما وقت میده که سوالاتتون رو بنویسین که میخواین بپرسین، یا در واقع یکم تأمل کنید ببینید که چه سوالاتی رو میخواین بپرسین، و بعد یک بار شما به شما اجازه میده از پارتنرتون سوال بپرسین، یه بارم به پارتنرتون اجازه میده که سوالات مورد نظرش رو از شما در مورد اون موضوعی که اگزمینر بهش میده در واقع جویا بشه. تو این در واقع قسمت میخوایم در مورد دو تا موضوع در واقع خوب صحبت کنیم. موضوع اول که جدید تو این کتاب و تو این تدریس، asking about the weather you like، یکی از موضوعاتی که ممکنه توی آزمون لایف اسکیل مطرح بشه، صحبت در مورد آب و هواست. این در واقع قسمت همونطور که بارها خدمتتون تو این تدریس ویدیویی گفتم، برای کسایی که نه صرفا به خاطر آزمون لایف اسکیل، به خاطر تقویت اسپیکینگ و لیسنینگشون با ما تو این تدریس هستن، به شدت میتونه خوب باشه. چون مثلا میگم یکی از سوالات قسمت اول آزمون آیلتس اصلی همین موضوع ودر ممکنه باشه، پس برای شما هم مناسبه. مونتا برای کسایی که مثلا بخوان به نمره 6.5 برسن، چون جوابایی که ما دادیم خیلی ساده است. پس یکی موضوع در مورد آب و هواست، و دو asking about people you speak English with. اینم قبلا داشتیم 2 بار، حالا میخوایم به صورت کاملتر و تکمیلی‌تر داشته باشیم، صحبت کردن در مورد افرادی که شما باشون انگلیسی صحبت میکنید. اگزمینر شروع کرده، گفته now I'd like to ask each other some questions. اینم I'd like you هست، از شما میخوام to ask each other که از هم بپرسین some questions، یه سری سوال. Ether I'd like you، از شما میخوام to ask Deepak که از دیپک بپرسی about what the weather he really likes، این اون آب و هوایی که اون واقعا چیه دوست داره. Deepak I'd like you، گفته از شما میخوام to ask Ether که از Ether درخواست کنی یا بپرسی about the people، در مورد مردمی که she speaks English with، که او در واقع باشون انگلیسی صحبت میکنه. Now think about the questions you want to ask. گفته حالا فکر کنید، همون چیزی که گفتم، فکر کنید در مورد سوالاتی که میخواین بپرسین. You have 1.5 minutes. پس میشه همون در واقع 90 ثانیه که گفتم، 1 دقیقه و نیمی به شما وقت میده. You can write down your questions. شما میتونید سوالاتون رو یادداشت کنید if you want to، اگه بخواید، که اون درفت بهتون میدن، چک نویس بهتون میدن و میتونید سوالاتتون رو یادداشت بفرمایید. If you don't understand، اگر نمیفهمید، متوجه نمیشید، please ask me، لطفا از من بپرسید. افر شروع کرده، گفته I'm sorry I don't understand، ببخشید نفهمیدم بعد چی بپرسم یا متوجه نمیشم. پس موقعی که هنوز متوجه نشدین سوالو چی بپرسید، میتونید با این عبارت شروع کنید، بگید I'm sorry I don't understand، نفهمیدم بعد چی بپرسم یا بعد چیکار کنم. اگزمینر گفته I'd like you to ask Deepak، ازت میخوام که از دیپک بپرسی about the weather he really likes، در مورد اون آب و هوایی که اون واقعا دوست داره. افر گفته weather، آب و هوا. اگزمینر گفته yes sunny rainy windy. یعنی چی؟ یعنی اینکه معنی weather رو شاید نمیدونسته، بعد اگزمینر کمکش کرده معنیشو بفهمه. آب و هوای مختلفی داریم، مثلا sunny میشه آفتابی، rainy بارانی، windy یعنی بادی در واقع پر از باد، snowy یعنی هوای برفی، foggy foggy یعنی مه‌آلود. افر گفته اوکی thank you، گفته حالا متوجه شدم، اوکی thank you، متشکرم. اگزمینر گفته افر are you ready، آیا آماده ای؟ please ask Deepak our questions، که اینم باید بشه your questions، اینم اشتباهه، از دیپک بپرس سوالاتت رو، your questions. thank you، متشکرم. افر گفته دیپک what weather do you like،
دیپک چه نوع آب و هوایی دوست داری؟ What weather do you like؟ پس سوالی که میتونین در مورد آب و هوا بپرسین خیلی راحت. What weather do you like؟ یا میتونیم بگیم قبلا گفتم خدمتتون what kind of چه نوع what kind of weather do you like یا what weather do you like چه نوع آب و هوایی دوست داری؟ خب جوابش میتونه خیلی راحت باشه. In my country دیپک گفته که هندی بود در کشور من the weather is very hot هوا واقعا گرمه. hot میشه گرم و سوزان. The weather is very hot very very hot خیلی خیلی گرم and it doesn't rain for many months موقع میخواین در مورد آب و هوا صحبت کنین بعد از it استفاده کنید. it مثلا میخوایم بگیم هوا بارونیه میگیم it is rainy میخوایم بگیم برفیه میگیم it is snowy پس از it استفاده میکنیم برای بیان آب و هوا. پس موقع میگه and it doesn't rain for many months یعنی باران نمیبارد برای بسیاری از ماه‌ها. یعنی در بسیاری از ماه‌ها بارونی ما نداریم. It doesn't rain for many months so I like the rain. بنابراین من بارون رو دوست دارم. یا میتونیم بگه I like the rainy weather. آب و هوای بارونی رو دوست دارم. اثر گفته do you like cold weather؟ آب و هوای سرد رو دوست داری؟ قبلا هم گفتم که موقعی که میخواین اون سوالا رو بنویسین که از نفر مقابلتون بپرسین جوری نباشه که اصلا به جوابی که اون میده کاری نداشته باشین فقط سوالات خودتون رو بپرسین چون اگزمینر متوجه میشه. بعد ببینین که اون چه جوابایی میده و بر اساس جوابای اونها سوالات احتمالیتون رو بپرسید. این خیلی برای قبول شدن تاثیر داره. گفته do you like cold weather؟ آب و هوای سرد رو دوست داری؟ گفته no I don't like this. نه دوست ندارم. I hate it. گفته متنفرم ازش. when it's cold توی speaking گفتیم مخفف استفاده میکنیم it's نه it is. when it's cold وقتی که آب و هوا سرده I feel اینم غلطه I feel cold هست نوشته شده I feel old. I feel cold یعنی من احساس سرما میکنم. my legs don't feel good. my legs don't feel good یعنی در واقع پاهام حس خوبی نداره. my leg یعنی پا. my legs don't feel good. همینجا یه عذرخواهی کنم بابت در واقع اشتباهات تایپی که تو این کتاب به وجود اومده. حالا اشاره توی ویرایش‌های بعدی حتما اینا در واقع اصلاح خواهد شد. my legs don't feel good یعنی پاهام حس خوبی نداره. اثر گفته do you like any other weather؟ آب و هوای دیگه ای رو دوست داری؟ do you like any other یعنی دیگه ای. do you like any other weather؟ آب و هوای دیگه ای رو دوست داری؟ گفته yes I love the sun. بله من خورشید رو دوست دارم. I love feeling hot یعنی من این در واقع حس گرما رو دوست دارم. I love feeling hot لذت میبرم ازش. In my country تو کشور من there's sun every day هر روز خورشید هست یا هوا آفتابیه. there's sun every day. sometimes بعضی اوقات I feel sad in this country توی انگلستان منظورشه. I feel sad in this country میگه اینجا من احساس غمگینی دارم یا غمگین میشم. sad یعنی غمگین. I feel sad یعنی غمگین میشم. because I cannot یا I can't see the sun خاطر که من نمیتونم خورشید رو ببینم. because I can't see the sun. پس این جوابا رو نگاه کنید اصلا کلمه خارق العاده سختی توش نیست. همینا رو شما بگید لایف اسکیل قبول میشید. و اونایی که گفتم برای تقویت اسپیکینگشون دارن اینو نگاه میکنن ببینید چقدر راحت میشه پاسخ داد. بعضی موقع یه سوال از شما میپرسن هزار تا فکر و خیال میکنین که من چطوری باید به این پاسخ بدم ولی موقع نگاهش میکنیم این نه خیلی هم سخت نبوده. پس اثر گفته yes me too بله منم همچنین. anything else چیز دیگه هست که بخوای بگی. پس آخرش اگه خواستیم بگیم چیز دیگه هست که میخوای بگی میگی anything else. گفته for me sometimes it's very windy here میگه برای من بعضی موقع گفتم از قیود تکرار زیاد استفاده کنید مثل sometimes never often always. it's very windy here منظورش انگلستانه. میگه اینجا خیلی در واقع باد میاد هوا طوفانیه. I like this weather من این آب و هوا رو دوست دارم. I like the wind in my face من دوست دارم باد رو که به صورتم میخوره. I like the wind in my face حالا تخصصی ترش میشه blowing on my face. پس I like the wind
in my face، یعنی دوست دارم باد به صورتم بخوره. اگزامینر گفته thank you، ممنونم. دیپک are you ready؟ حالا نوبت دیپک شده، گفته آیا تو آماده ای؟ Please ask Ether your questions. لطفا سوالاتتو بپرس از اتر. پس در مورد آب و هوا که حالا ما باز هم توی در واقع قسمت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت، اگه دقت کرده باشین سوالات آب و هوا تقریبا ایناست، روش تمرین کنین. قبل از که جواب رو بخونین خودتون ویدیو رو پاس کنین، به سوال پاسخ بدید، یا بعدن که میخواین تمرین کنید در واقع سوال رو بخونید، خودتون پاسخ بدید، بعد ببینید که این در واقع چطوری پاسخ داده که بهتون در واقع ایده بده برای گفتن. بریم سراغ صحبت کردن در مورد انگلیسی صحبت کردن با دیگران. گفته که yes I'm ready. Ether who do you speak English with؟ پس اینکه با کی انگلیسی حرف میزنی، who یعنی چه کسی، do you speak شما حرف میزنی، English انگلیسی، with با. پس با کی حرف میزنی که میخوایم بگیم with همیشه میره آخر. Who do you speak English with؟ با کی انگلیسی حرف میزنی؟ همون چیز که در واقع سوال بود. افر گفته I speak English in my class. من صحبت میکنم انگلیسی توی کلاسم. I speak with my classmates. با همکلاسیام. classmates یعنی همکلاسیام. I speak with my classmates یعنی با همکلاسیام صحبت میکنم. دیپک گفته Can you tell me about your classmates؟ که اینجا آخرش باید علامت سوال باشه. Can you tell me about your classmates؟ آیا میتونی به من بگی در مورد همکلاسیات؟ Can you tell me about your classmates؟ گفته که Yes of course. بله البته. We are a small class. ما یک کلاس کوچک هستیم. Maybe شاید 8 or 9 students. 8 یا 9 تا دانش آموز. My classmates are from different countries. یعنی همکلاسی‌های من اهل کشورهای مختلفن. Different یعنی متفاوت، مختلف. One lady یه خانومی is from Poland. Poland یعنی لهستان. یه خانومی اهل لهستانه. She is my friend in the class. دوست من هست در کلاس. دقت کنید درست صحبت در مورد یعنی موضوع این بود Who do you speak English with؟ ولی نگاه کنید با توجه به جوابش سوال پرسیده، یعنی صرفا فقط در مورد انگلیسی صحبت کردن نمیخواد باشه یا ضروری نیست که باشه. شما میتونید در واقع بر اساس جوابایی که اون میده فقط بخواد ببینید شما چطوری قدرت سوال پرسیدن دارید. دیپک گفته anything else about your class؟ چیز دیگه ای هست که بخوای بگی در مورد کلاستون؟ Are they young people؟ آیا همشون افراد جوانن؟ young یعنی جوان، old یعنی پیر. همیشه هم تو انگلیسی صفت قبل از اسم میاد young people. افر گفته some are young. بعضیاشون جوانن. some are not. بعضیاشون نه. مگدا دوستش my Polish friend. پولند یعنی لهستان، پالیش یعنی لهستانی. My Polish friend یعنی دوست لهستانی من is 52 سالشه. I'm 49 من 49 سالمه. She has 4 children یعنی او در واقع 4 تا بچه داره. And her son has a child و پسرش هم در واقع یه بچه داره. has a child. دیپک گفته Do you speak English with other people not in your class؟ گفته آیا کسای دیگه هستن که باشون انگلیسی صحبت کنی، کسایی که تو کلاستون نیستن؟ Do you speak English with other people not in your class؟ گفته sometimes بعضی اوقات I speak English in shops. من صحبت میکنم انگلیسی در مغازه ها. I try to say من سعی میکنم که بگم. Try to say موقع میخواد try بعدش فعل بیاد بعد در واقع بعدش to بیاد. کلا دو تا فعل نمیتونن توی انگلیسی پشت سر هم بیان، یا بعد از فعل اول تو میاد یا بعدش ing میاد. حالا اینکه بعدش تو میاد یا ing میاد کی بعد بفهمیم، از کجا بعد بفهمیم؟ کلا همیشه بعد از افعال تو میاد مگر اینکه اون فعل بعدش تو نیاد، مثلا مثل enjoy، مثل avoid. اینا فعلایی هم که بعدشون فعل به صورت ing میاد نه تو، ولی کلا شما تو در نظر بگیرید. I try to say من سعی میکنم بگم hello سلام and how are you حالتون چطوره؟ اگزامینر هم گفته thank you. پس اینم صحبت کردن در مورد در واقع آب و هوا
پس نکته‌ای که بعد به شما بگم، به صحبت کردن در مورد آب و هوا و صحبت کردن در مورد انگلیسی صحبت کردن با دیگر افراد، یه نکته خیلی ظریفی که مکالمه دوم داشت اینه که نیاز نیست کل صحبت و کل سوالی که میکنین صرفاً در مورد اون موضوعی باشه که ایگزمینر میگه. میتونید از جوابایی که در واقع پارتنر شما به شما میده استفاده کنید و سوالای بعدی رو مطرح بفرمایید. با امید به این که این دوتا رو خوب کار میکنید. منظور از کار کردنم چیه؟ منظور از کار کردن اینه که بتونید خیلی خوب اینا رو توی خونه تمرین کنید. گفتم این که یه بار خوندید حفظ نکنید، سوال رو در واقع بخونید، خودتون سعی کنید با جملات و ادبیات خودتون تمرین کنید که حالا باز برای نحوه جمله سازی همون کتاب گرامر انگلیس ویرایش پنجم که بنده در واقع پکیجش رو تدریس کردم به اضافه 4000 لغت ضروری 1 رو از سایت بگیرین، تهیه کنید و بعد شروع کنید خودتون جمله ساختن، خودتون جواب دادن و بعد نگاه کنید ببینید چقدر جوابایی که شما میدین به این نزدیکه، ازش بیشتر ایده بگیرید اگه صرفا بخواید حفظ کنید، چون این کتاب با این حجم از در واقع صفحات خیلی بعیده که شما بتونید همش رو حفظ کنید، ولی موقع خیلی تکرار کنید خود به خود ملکه ذهنتون میشه. بریم سراغ وکابولری بوستر. خب بریم سراغ وکابولری بوستر یا همون تقویت کننده لغات. ودر رو داشتیم که آب و هوا، حالا انگلیسیش برای آگاهی بیشتر شما. The conditions in the air یعنی شرایطی که توی هوا هست. Above the earth بالاتر از سطح زمین. Such as wind مانند باد، rain باران، or temperature یا دما. Especially به خصوص at a particular time در یک زمان مشخص. Over a particular area بر یک منطقه به خصوص. Anything else که گفتیم یعنی چیز دیگه هم هست، یعنی میشه any other thing چیز دیگه. Classmate همکلاسی. A fellow member of a class یعنی یک در واقع عضو یار یا در واقع هم نوع از در واقع کلاس در مدرسه، کالج دانشکده or university یا دانشگاه. Poland که گفتیم لهستان. A country in Europe یک کشوری هست در اروپا. بریم سراغ نکاتی که در واقع تو این قسمت برای این دوتا موضوع خدمتتون آوردیم. Asking about the weather پرسیدن در مورد آب و هوا is a common topic یک موضوع در واقع کامل و رایج هست in IELTS life skill exam در آزمون IELTS life skill. So it is important مهمه to know enough words about this topic در واقع شما بدونید لغات کافی رو در مورد این موضوع. You can find the list of the words شما میتونید در واقع پیدا کنید یا بیابید لیست لغات رو در انتهای کتاب که توی انتهای کتاب لیست لغات مربوط به درد بخور و مفید مربوط به IELTS life skill در انتهای کتاب براتون آورده شده با ترجمه فارسی. When you want to speak about talking English with the other people اگه میخواین صحبت کنید در مورد نحوه صحبت انگلیسی با دیگر افراد you can refer to an English class you are going. میتونی مثلا اگر ایده‌ای نداری در واقع اشاره کنی به یک کلاس زبانی که میرید. For example به عنوان مثال you can talk about your classmates. میتونی در مورد همکلاسیات بگی and your teacher یا معلمتون. When you do not know the meaning of a word in English این خیلی مهمه. اگر شما نمیدونید معنی یک لغت رو در انگلیسی you cannot ask the examiner to tell you. نمیتونید بگید که بپرسید ببخشید میشه معنی اینو بهم بگید. So it's better to talk about things. بنابراین بهتره که در مورد چیزهایی بپرسی که you know enough words about it. یه چیزی که من همیشه تو هم آزمون آیلتس اصلی هم آیلتس لایف اسکیل به دانش آموزان و دانشجویانم میگم اینه که آزمون جای ماجراجویی جدید نیست. چیزهایی رو بگید که تمرین کردید، نه چیزهایی رو که سر جلسه بسازید و برید یک قسمتایی که بمونید داخلش. اگزمینر هم قرار نیست اونجا کمک کنه به شما و معنی لغات رو به شما بگه. پس اونایی رو بگید که قبلا پرکتیس کردیم و تمرین کردیم. Try to cooperate with your partner. این چیزی رو که بارها خدمتتون تو این تدریس گفتم. سعی کنید همکاری کنید. Cooperate یعنی همکاری کردن. سعی کنید همکاری کنید با اون پارتنرتون. For example به عنوان مثال as he or she is speaking وقتی که اون داره حرف میزنه you can use language like میتونی از یه زبانی استفاده کنی مثل like that's interesting جالبه or that's good خوبه. یعنی تشویقش کنید که بیشتر حرف بزنه چون شما یه تیمی قرار نیست با هم روبروی هم بازی کنید.
قراره بهم کمک کنید که هر دو آزمون رو قبول بشید. پس بگید that's interesting, that's interesting, that's good. تشویقش کنید بیشتر صحبت کنید. In this part of the test, در این قسمت از آزمون, you are not allowed to talk to the examiner. شما در واقع این اجازه رو نداری که با اگزامینر یا ممتحن صحبت کنی. You should only speak to your partner. فقط باید تو این قسمت با پارتنرتون صحبت کنید. When you want to encourage your partner, وقتی که میخواین تشویق کنید. Encourage یعنی تشویق کردن. تشویق کنی پارتنرتون to speak more که بیشتر حرف بزنه. You can use the language. شما میتونید از زبانی استفاده کنید مثل anything else. چیز دیگه هست که بخوای بگی؟ anything else پس یعنی چی؟ چیز دیگه هست که بخوای بگی؟ Example questions and provided answers. حالا بریم سراغ اون نمونه هایی که ما برای شما تدارک دیدیم. یعنی اون جواب سوال ها و جواب هایی که تو این کتاب به صورت تخصصی خدمت شما ارائه میشه در مورد آب و هوا، در مورد weather که همونطوری که بارها گفتم تستای در واقع کتاب دقیقاً مشابه یا عیناً همون تستای کتاب کمبریج هست، منتها بنده قسمت‌هایی به این کتاب اضافه کردم. مثلا همینجا که اومدیم یه سری سوال جواب‌هایی در مورد weather اضافه کردیم که شما بینش و آگاهی بیشتری داشته باشید در مورد جملات، ایده پردازی و لغاتی که باید در مورد آب و هوا در واقع استفاده کنید توی زبان انگلیسی. سوال: What kind of weather do you have in your country؟ مثلا میتونی ازش بپرسی که چه نوع آب و هوایی شما تو کشورتون دارید. جواب: The weather in my country is pretty nice. یعنی آب و هوا تو کشور من pretty یعنی خیلی، pretty nice خیلی خوبه. We have a mild weather in the capital city Tehran. mild یعنی معتدل. ما یک آب و هوای معتدلی داریم در واقع پایتخت شهر capital city یعنی شهر پایتخت، همون capital یعنی پایتخت تهران. But it is also different اما همچنین این متفاوته in cities of my country در شهرهای کشور من. For example به عنوان مثال the west north of my country یعنی شمال غرب کشور من is always cold سمت اردبیل و اینا همیشه سرده. Especially at winter به خصوص در زمستان which is freezing که در واقع منجمد کننده است، یعنی اینقدر سرد منجمد میشه. While the weather در حالی که while رو برای چی استفاده میکنیم؟ برای تضاد. پس while رو برای تضاد استفاده میکنیم، میخوایم یه چیز متفاوت بگیم. While the weather is really hot در حالی که آب و هوا در واقع به شدت سوزان هست. Especially at summer به خصوص در زمستان. حالا اینجا منظورش بیشتر حالا در واقع بوشهر رو سمت بندرعباس و پایین بوده. پس در مورد آب و هوا این جملات خیلی میتونه به شما کمک کنه. مایلد معتدل، اینکه در واقع هات هست، کولد هست، فریزینگ هست، اینا رو بارها تمرین کنید تا ملکه ذهنتون بشه. Do you like the weather in your country؟ میگه آب و هوای کشور تو دوست داری؟ گفتیم یا I really like it. بله به جای yes میتونیم بگیم یا I really like it. بله دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. We have a 4 season weather. ما یک آب و هوای 4 فصل داریم. 4 season weather میشه آب و هوای 4 فصل. We have different cities. ما شهرهای مختلفی داریم. With various types of climate. Type همون kind یعنی نوع. گفتم sort هم میشه تو درس قبل. با نوعهای متفاوت یا مختلف various که بعضی تلفظ میکنن various غلطه various یعنی نوعهای مختلف climate هم یعنی آب و هوا. So بنابراین it can be good این میتونه خوب باشه for different taste یعنی سلیقه tastes یعنی سلایق میتونه برای سلایق مختلف خوب باشه. پس اینا همش ایده پردازیه، اینا همش در واقع برای شما میتونه الگو باشه، الگوهای اسپیکینگ باشه، مثلا این 4 season weather various types of climate. شما اینا رو بگین، گفتم نه تنها لایف اسکیل رو قبول میشین بلکه اسپیکینگتون به یک سطح خیلی خیلی قابل قبولی میرسه در نگاه کسی که داره به شما گوش میده. What do you do when the weather's good or bad؟ میگه چی کار میکنی وقتی که آب و هوا خوبه یا بده؟
گفتیم که if the weather is good، اینم سوالاتی که شما میتونید بپرسین، نمونه سوالی که شما میتونید مطرح کنید. اگه آب و هوا خوب باشه یا اگه هوا خوب باشه if the weather is good I prefer، من ترجیح میدم. prefer میشه چی؟ ترجیح میدم to go out with my wife and children، که برم بیرون. go out یعنی بیرون از خانه رفتن، برم بیرون با همسرم و بچه‌هام. we usually go on a picnic، پس به پیکنیک رفتن، گردش بیرون رفتن میشه go on a picnic. ما معمولا میریم گردش. My children play with each other، بچه‌هام با هم بازی میکنن. And we enjoy our time، لذت میبریم از با هم بودن و اون زمانی که با هم هستیم میشه we enjoy our time. But when the weather is bad، اما وقتی که آب و هوا بده، windy or stormy یعنی بادیه یا طوفانیه، for example به عنوان مثال I prefer to stay at home، ترجیح میدم توی خونه بمونم. پس توی خونه موندن میشه stay، ماندن، at home در خانه. And watch a comedy movie، و یک فیلم کمدی ببینم with my family، با خانواده. پس دوباره کلی به شما ایده پردازی در واقع یاد دادیم تو این در واقع جواب و خیلی هم ساده، یعنی کلمات خارق العاده‌ای ندارن. استورمی و ویندی هم که مربوط به آب و هوا هستن. How do you feel when the weather is good or bad؟ میگه چه حسی داری وقتی آب و هوا بد یا خوبه؟ دوباره گفتم when it is good، وقتی که آب و هوا خوبه I am full of energy، پر از انرژی ام. I am هستم full of، پر از انرژی. To go out که برم بیرون. And enjoy the weather، و لذت ببرم از آب و هوا. I am excited یعنی من هیجان زدم to take my family که ببرم take بردن خانواده‌ام رو to a nice place به یک مکان زیبا. And enjoy our time و از اوقاتمون لذت ببریم. But when it's bad، وقتی که آب و هوا بده اما I don't feel good، حس خوبی ندارم. I wish it could be over soon، یعنی همش خودم میگم آرزو میکنم که کاش زودتر تموم بشه. I wish it could، بعد از I wish همیشه باید بعد از فعل به صورت گذشته ساده بیاد. مثلا کاش بابام اینجا بود. I wish my father was here. I wish it could، کاش بود ولی نیست. کاش میتونستم یا کاش می بود. I wish it could، پس همیشه بعد از I wish گذشته ساده میاد. I wish it could be over، اینجا over منظورش تمام شدنه. سونم یعنی خیلی زود. به خودم میگم یا آرزو میکنم که کاش زودتر تمام میشد. دوباره پر از در واقع نکته و لغت تمرین کنید. یک بار سوالو بخونید، خودتون پاسخ بدید و بعد نگاه کنید ببینید که بنده چه جوابی رو برای شما فراهم کردم، آماده کردم. نگاه کنید به جواب، خیلی هم چیزای سختی نیست و سعی کنید اینا رو حالا خودتون تو اسپیکینگتون به کار ببرید. Do you like rainy days؟ گفته که آیا آب و هوای بارونی رو دوست داری یا آیا روزهای بارانی رو دوست داری؟ اینم یه ایده پردازی دیگه برای آب و هوا. گفته yes sure، بله مطمئناً. Walking under the rain یعنی زیر باران قدم زدن is really romantic، خیلی رمانتیک، عاشقانه است. Sometimes I don't take umbrella، take یعنی بردن. بعضی موقع من بارون چتر نمیبرم. with myself، با خودم. نگاه کنید with me غلطه ها، with myself، چون me ضمیر مفعولیه. شما میخواید بگید با خودم myself، خودت yourself، خودش himself. پس خودم میشه myself، استرسم رو اسه. چتر با خودم نمیبرم. when I go out، وقتی که میرم بیرون. under the rain، زیر باران. it gives me، این به من میده a wonderful feeling، یه حس فوق‌العاده. wonderful نه wonderful. wonderful یعنی فوق‌العاده. give به معنی دادن. چرا اس گرفته؟ چون که ما داریم یه حقیقت کلی رو بیان میکنیم. پس حال ساده است. he و she و it توی حال ساده اس یا es میگیره. سوال بعدی که میتونین مطرح کنین، آخرین سوال، what is your favorite season؟ یعنی فصل مورد علاقه شما چیست؟ گفتم که well، خب I think it's spring، من فکر میکنم بهار هست. because the weather is really nice، بخاطر که آب و هوا خیلی خوبه. there's a good smell of newborn flowers، یعنی یه بوی خوش گلهای در واقع تازه جوانه زده است، گلهای تازه متولد شده است. newborn flowers میتونیم بگیم newborn babies، یعنی بچه‌های تازه متولد شده، گلهای تازه متولد شده. newborn این تازه متولد شده. میگه یه
بوی خوش گلای تازه متولد شده، تازه جوانه زده میاد. The weather is so pleasant. pleasant جزو کلمات 4000، یعنی آب و هوا خیلی مطبوعه، خیلی خوشاینده، خیلی لذت بخشه. I love it very much. خیلی دوستش دارم. پس اینم در مورد صحبت کردن در مورد فصل مورد علاقه. تمام تلاش در واقع این بوده که اگر خواستین در مورد آب و هوا صحبت کنین، هم سمپل سوال داشته باشین، هم سمپل پاسخ، که سعی کردیم به ساده‌ترین شکل برای شما جواب‌ها رو بیاریم که بتونین واقعا از اینا توی اسپیکینگتون استفاده بفرمایید. بریم سراغ قسمت بعد، وکابولری بوستر همین در واقع قسمت که با هم کار کردیم، تقویت کننده لغات همین قسمت آب و هوا. pretty که گفتیم یعنی خیلی، یعنی quite کاملا، but not extremely، نه افراطی، نه دیگه بیش از حد. mild معتدل، not very cold نه خیلی سرده، or not as cold as usual نه در واقع مثل همیشه مثلا سرد هست. capital پایتخت، a city that is the center of government of a country، یعنی یه شهری که مرکز دولت یک کشور هست. government دولت. different متفاوت، not the same یعنی یکسان نیست. especially که بارها تو این کتاب تکرار شده، به خصوص یعنی very much خیلی زیاد، more than usual بیشتر از معمول، or more than other people or things بیشتر از دیگر افراد یا دیگر چیزها. freezing گفتیم منجمد کننده، very cold خیلی سرد. various متنوع متفاوت، several and different یعنی چند تا هست و مختلفن اینا با هم. type یعنی نوع، a particular group of people یه گروه خاص از مردم، or thing یا چیزهای خاص that share similar characteristics که به اشتراک میذارن characteristic یعنی ویژگی های یکسان یا مشابه رو. climate آب و هوا، the general weather conditions شرایط آب و هوایی در واقع عمومی، usually found که به طور معمول یافت میشه in a particular place در یک مکان به خصوص. taste سلیقه، a person's interest یعنی علاقه یک فرد for a particular thing برای یک چیز به خصوص. prefer ترجیح دادن، to like, choose or want one thing rather than another یعنی دوست داشته باشی، انتخاب کنی یا بخوای یه چیزی رو نسبت به یه چیز دیگه. windy یعنی بادی with a lot of wind یعنی خیلی باد هست. stormy طوفانی with a strong wind یعنی با یک باد خیلی در واقع قوی، or heavy rain یا همراه با یک باران سنگین. excited هیجان زده، feeling very happy اینکه شما خیلی حس شادمانی و خوشحالی داشته باشی. wish آرزو کردن، used with the past simple نگاه کنید گفتم بهتون استفاده میشه با گذشته ساده to express that که بیان کنیم که you feel sorry که شما در واقع متاسفید، or sad یا ناراحتید about a state در مورد یک شرایطی or situation that exists at the moment که در حال حاضر وجود داره. over که گفتم خدمتتون معنی تمام شدن finished. sure مطمئن همون certain without any doubt یعنی بدون هیچ شکی. doubt یعنی شک، بیش هم خونده نمیشه doubt. wonderful فوق‌العاده، extremely good یعنی خیلی خوبه. newborn تازه متولد شده، recently born recently یعنی اخیراً به دنیا آمده متولد شده. pleasant هم که مطبوع خوشایند یعنی enjoyable لذت بخش، attractive جذاب، friendly دوستانه، or easy to like خیلی ساده است برای دوست داشتن یا دوست داشتنش خیلی ساده است. بریم سراغ قسمت بعد، asking about speaking English with the other people. میخوام بریم صحبت کنیم در مورد اون عبارت‌ها، جملات و جواب‌هایی که شما میتونید برای صحبت کردن انگلیسی با دیگر افراد به کار ببرید. خب صحبت کردن در مورد انگلیسی، صحبت کردن با دیگر افراد. سوال: Do you always speak English in your English lessons؟ منظورش English class یعنی آیا شما همیشه صحبت میکنی انگلیسی در درس‌های انگلیسیتون؟ گفته yes we do. موقع میگه do you میشه yes we do. بله ما این کارو میکنیم. Our teacher معلم ما always همیشه غیر تکرار قبل از فعل اصلی میاد. Asked us از ما میخواد to speak in English که به انگلیسی صحبت کنیم with each other با هم دیگه
when we are at class وقتی ما سر کلاسیم. But when we don't know a word in English وقتی که ما یک لغت رو نمیدونیم don't know نمیدونیم we ask the teacher ما از معلممون میخوایم یا میپرسیم in our own language به زبان خودمون own یعنی مال خود in our own language یعنی به زبان خودمون. پس این سوال اول. Do you always speak English in your English lessons? Yes, we do. Our teacher always asks us to speak in English with each other when we are at class. But when we don't know a word in English, we ask the teacher in our own language. خب. Do you like speaking English? اصلا انگلیسی صحبت کردن دوست داری؟ Do you like speaking English? گفته yes a lot. برای خیلی زیاد. I always like to speak English with other people. من همیشه دوست دارم انگلیسی صحبت کنم با دیگر افراد. But my English is very weak. اما انگلیسی من خیلی ضعیف هست. I don't know many words in English. من نمیدونم لغت‌های زیادی رو توی زبان انگلیسی. I don't know many words in English. بازم تاکید میکنم سوال رو یک بار از خودتون بپرسین. خودتون حتی 3 کلمه حتی یک جمله جواب بدید، زور بزنید، ایده پردازی کنید و بعد نگاه کنید به کتاب و اون جوابی که من برای شما آوردم ببینید که چطور به این سوال پاسخ داده شده و بازم میگم حفظ نکنید. 2-3 بار بخونید و باز سوال بپرسید، جواب بدید. اگه سعی کنید حفظ کنید، همیشه دوست داریم وفادار باشیم به اون چیزایی که حفظ کردین و این خلاقیت رو درون شما خواهد کشت. دقت کنید. Is it difficult to speaking English? میگیم آقا انگلیسی صحبت کردن سخته. Is it difficult to speaking English? گفته yes it is. بله هست. I can't speak English very well. یعنی من نمیتونم انگلیسی صحبت کنم خیلی خوب. It's really hard. یعنی خیلی سخته to speak with English people. که صحبت کنی با انگلیسی افراد انگلیسی یا انگلیسی زبان ها. They speak very fast. اونا خیلی سریع صحبت میکنن. They speak very fast. Yes it is. I can't speak English very well. It is really hard to speak English with English people. They speak very fast. دقت کنید can't مودال هست. can و could و may و should و اینا فعل بعدشون همیشه به صورت ساده میاد. They can't speak. It's really hard to. مثلا it's hard to speak with English people. It's really hard to migrate to other countries. یعنی سخت مهاجرت به کشورهای دیگه. پس این it is hard to میتونه جای مختلف ازش استفاده بشه. سوال بعدی What is difficult for you in English؟ یعنی چی برای شما توی زبان انگلیسی سخته؟ گفته it's really difficult. این خیلی سخته. To memorize حفظ کردن. Memorize many English words. بسیار از لغات انگلیسی رو حفظ کنید. Also همچنین it is difficult. این سخته. To understand English speakers. که در واقع انگلیسی زبان‌ها رو متوجه بشی بفهمی as they speak too fast. تو خیلی منفیه. As they speak too fast. به خاطر که اونها خیلی سریع انگلیسی صحبت میکنن. It is difficult to. یادتونه it is hard to بود. حالا it is difficult to understand English speakers. این الگو رو میتونین همه جا به کار ببرید. It is difficult to understand English speakers. یعنی سخته که آدم حرفای انگلیسی زبان‌ها رو متوجه بشه. خب اینم از در واقع پرداختن به صحبت کردن انگلیسی با دیگر افراد که سوال و جواب‌های نمونه رو براتون آوردیم. حالا بریم سراغ vocabulary booster، تقویت کننده لغات که 4 تا لغت بیشتر نیستن. own به معنی مال خود. belonging to متعلق هست به a particular person، یه شخص به خصوص. جزء کلمات 4000 لغته. بازم تاکید می‌کنم که همه این لغات معنی فارسیش آخر کتاب هست. weak یعنی ضعیف. not strong یعنی قوی نیست. memorize حفظ کردن. to learn something یعنی یه چیزی رو یاد بگیری. so that تا اینکه بعد از so that همیشه باید فاعل بیاد. you so that you تا اینکه شما will remember it به یادش بیاری بعدن. exactly دقیقاً. to یعنی همچنین. البته اینجا to معنی همچنین نیست، یعنی خیلی منفی. more than is needed یعنی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست. or wanted یا میخوایم. more than is suitable بیشتر از اون چیزی که مناسب هست. or enough یا کافی هست. خب بریم سراغ خدمتتون که عرض کنم useful phrases for talking about weather. یعنی میخوایم بریم یاد بگیریم اون عبارت‌های
در واقع مفیدی که شما میتونید استفاده کنید برای صحبت کردن در مورد آب و هوا. I love sunny weather، یعنی من آب و هوای آفتابی رو دوست دارم، because به خاطر اینکه it's a nice weather، یعنی آب و هوای خوبیه. In sunny weather، در آب و هوای آفتابی یا در هوای آفتابی، we can go on a picnic، ما میتونیم بریم پیکنیک and enjoy walking، و لذت ببریم از پیاده روی. این چقدر جملات ساده است، کافی اینا رو بارها به کار ببرید، بعد از مدت ببینید چه تاثیرات شگرفی توی اسپیکینگتون میذاره. When the weather is good، وقتی که آب و هوا خوبه، I like to، من دوست دارم go outside، برم بیرون in nice weather، توی این هوای خوب and I love bike riding، دوست دارم دوچرخه سواری رو. دوچرخه سواری میشه چی؟ bike riding. If possible، اگر ممکن باشه I like to go swimming، دوست دارم برم شنا. go swimming موقع که go بعدش یه فعلی به صورت ing دار میاد به اون فعالیت اشاره میکنه. go swimming یعنی بریم شنا. I love swimming in a nice weather، میگه من شنا کردن تو آب و هوای خوب رو دوست دارم. این همش برای ایده پردازیه دیگه، بهتون ایده میده. Good weather makes me feel great، یعنی آب و هوای خوب به من یه حس فوق‌العاده‌ای رو میده. It gives me a lot of energy، به من انرژی زیادی میده. To do my favorite things، که چیزهای مورد علاقه‌مو انجام بدم. To do my favorite things. In my country، تو کشور من، the weather's always nice، آب و هوا همیشه صاف و خوبه. We have different cities، ما شهرهای مختلفی داریم. with different climates، با آب و هوای در واقع مختلف. But the capital has a nice weather، اما پایتخت آب و هوای خوبی داره. Not too cold، نه خیلی سرد. or not too hot، نه خیلی گرم. اینا رو روشون کار کنید. این همه مطالبی که ما داریم خدمتتون میگیم، واقعا اگر همینا رو حفظ کنید، به کار ببرید و تمرین کنید، بازم میگم نه تنها لایف اسکیل قبول میشید، بلکه به راحتی اسپیکینگ خودتون رو به در واقع سطح قابل قبولی میرسونید. بریم سراغ useful phrases، یعنی عبارات مفیدی که for talking about speaking، برای صحبت کردن در مورد صحبت کردن انگلیسی with other people، با دیگر افراد هست. به عنوان مثال Speaking English is difficult، یعنی صحبت کردن انگلیسی سخته. because there are many words، به خاطر که لغات زیادی هست. I should memorize، که من باید حفظ کنم in English، در زبان انگلیسی. I like speaking English، من دوست دارم انگلیسی صحبت کردن رو. because it is the first language of the world، به خاطر که هست زبان اول دنیا. first یعنی اول. So بنابراین if I can speak English، اگه من بتونم انگلیسی صحبت کنم well، به خوبی، I can communicate، من میتونم ارتباط برقرار کنم with a lot of people، با افراد زیادی in the world، در دنیا. این هم یک ایده دیگه. I must speak English، من باید انگلیسی صحبت کنم when I am at work. must باید اجباره، وقتی که سر کارم. My boss asks us، اس گرفته چون توی حال ساده اس سوم شخص اس میگیره. رئیس ما، مدیر ما از ما میخواد to speak English، که انگلیسی صحبت کنیم. because I work، خاطر که من کار میکنم in an international company، در یک شرکت بین المللی. national یعنی ملی، international یعنی بین المللی. It's important to speak English، مهمه که انگلیسی صحبت کنیم. because you need it، به خاطر که شما نیاز داری به اون. to everything in the current world، این do، این یه دو جا مونده. to do everything، که همه کاری رو انجام بدی. in the current world، در جهان کنونی. current یعنی کنونی. using computer، استفاده از کامپیوتر. working on internet، با اینترنت کار کردن etc. و غیره. all need English knowledge، همه اینها احتیاج دارن به دانش انگلیسی. knowledge کی خونده نمیشه قبل از این هیچ وقت. English knowledge یعنی دانش انگلیسی. اینم ایده‌ای بسیار خوبی بود که برای صحبت کردن انگلیسی براتون آوردیم. امیدوارم کار کنید و ملکه ذهن خودتون کنید. بریم سراغ وکابولری بوستر که آخرین قسمت هست قبل از در واقع پایان قسمت دوم، چون که این در واقع 1B. بعدش میخوایم بریم 2A listening questions طبق معمول. پس این در واقع 1B آخرین قسمت از قسمت اول است که 2 قسمت هست و توی این قسمت ما پرداختیم به موضوعات آب و هوا و صحبت کردن انگلیسی با دیگر افراد. بریم لغات در واقع جدیدی که یاد گرفتیم رو با هم مرور کنیم. communicate
به معنی ارتباط برقرار کردن. to share information یعنی اطلاعات رو به اشتراک بذاری. with others با دیگران. by speaking با صحبت کردن. writing نوشتن. moving your body یا زبان بدن یعنی بدن خودتون رو تکون دادن. international بین‌المللی involving more than one country یعنی شامل بیش از یک کشور میشه. involve یعنی شامل شدن. more than one country. current یعنی کنونی. of the present time یعنی مربوط به زمان کنونی هست. present میدونید که دو معنی داره، یکی به معنی حاضر فعلی، یکی به معنی جایزه award a prize. knowledge هم که دانش understanding of or information یعنی فهمیدن در واقع اطلاعات about a subject در مورد یک موضوع that you get که شما به دست میاری by experience با تجربه or study یا مطالعه either یا known by one person توسط یک شخصی در واقع مشخص هست or by people generally یا در واقع توسط مردم به صورت کلی. پس understanding of or information about a subject that you get by experience study either known by one person or by people generally یا از یه نفر یاد میگیری یا در واقع از مردم به صورت کلی. پس اینم از در واقع پایان قسمت دوم 1B. بریم سراغ listening. بریم حالا یکم هم listening تمرین کنیم. سومین لیسنینگی است که در واقع در تست 3 در خدمتتون خواهیم بود. Phase 2A listening questions.